به این ویدیو بچه‌ها امروز قراره بهتون آموزش زدن فایل ست داخل فری فایر رو یاد بدم. ببینید حالا این زدن فایل ست زیاد کار خاصی نداره و حالا یوتیوبرهای دیگه چیکار میکنن؟ میان فایل ست رو براتون فقط داخل یک هفته میذارن. حالا برای رفع این مشکل چیه؟ شما خودتون میدونید که وقتی که فایل ست رو میزنید یه برنامه هست. حالا بعضی بلد نیستن، بعضی بلدن. برای کسایی که بلد هستن بهتون بگم که شما وقتی از یه یوتیوبری فایل ست رو میگیرید، فایل برنامه فایل ست رو میگیرید، بعد مدت آپدیت میده. این آپدیتش کجا باید دانلود کنیم، چجوری باید دانلود بکنیم و کاملش الان بهتون توضیح میدم چجوری باید بالا بیاریم. حالا یه پیج داخل یوتیوب و یه پیج داخل تلگرام هست که دوتاشون یکی هن صاحبشون. خب که این پیج کل فایل ست و اینا رو همه رو میذاره، پسوردش رو هر روز. بهتون بگم به خاطر این که کسایی که این فایل ست استفاده میکنن بند نشن، این کسی که فایل ست رو درست میکنه هفته به هفته هی عوض میکنه، هی فایل ست سریع عوض میکنه که بند نشن کسی. ولی خب من تضمین نمیدم که بند بشین یا نشین، ولی خب بند نداره تا اونجایی که من میدونم. شاید بند داشته باشه ولی رو اک اصلیتون نزنین. یکی داشته باشین که حداقل 2 کاراکتری داشته باشه و یا هم یه اک بیارزش داشته باشین که مثلا رو اون بزنین و گفتم رو اک فیکتون بزنین. و حالا بریم بهتون یاد بدم چجوری باید این کار رو انجام بدین. ببینین یه پیج داخل یوتیوب هست، خب که الان توی دیسکریپشن هم پیج یوتیوبش و هم پیج توی کامنت ها، یعنی توی کامنت ها هم پیج یوتیوب و هم پیج تلگرامش رو براتون میذارم که بزنین روش وارد کانالش میشین. حالا چجوریه؟ ولی سلام براتون توضیح میدم. شما وارد تلگرام میشید. خب حالا بعدش شما این پیجی که براتون گذاشتم و وقتی بگیرید و بزنید واردش بشید همچین شکلیه. بذار براتون بیارم. کجاست؟ دارم براتون پیدا میکنم. اینه. خب اینه پیجش که بعد اینه ویدیوهای یوتیوبشه که اگه حالا به نظرم یوتیوبشو دیگه براتون نمیذارم. چرا؟ چون که شما دیگه نیاز به یوتیوب ندارین و اینجا خودش داره، میزنید روی این لینکش و دیگه تمام، سریع میتونید دانلود کنید. حالا این آپدیت های این برنامه هی میذاره 91 90 اینا رو میذاره براتون. این کل این فایل ست رو میذاره و حالا چجوری این فایل ست رو شما دانلود بکنین؟ میزنین سرش دانلود میکنین. مثلا آخرین آپدیتش 90 بوده، 91 بوده. خب به آخر شمارش دقت بکنین، میزنین دانلود میکنین. خب بعد این که وای میسین دانلود بشه، اگر هم دانلود نشد حالا بلدین دیگه دانلود بکنین. خب دانلود شد. حالا شما نیاز به یک برنامه دارید به نام برنامه شیزوکو. خب الان براتون میارمش. این برنامه شیزوکوه که شیزوکوه دیگه. آره حالا اگه شما برید وارد گوگل پلی بشید بنویسید شیزوکو براتون میاره. این 2 برنامه رو نیاز داریم. وارد برنامه شیزوکو میشید. قبلش اینم بهتون بگم همش به نقطه اتصال یه نفر وصل بشین که بتونین برنامه شیزوکو رو بالا بیارین. حالا خب میزنید سر این دومی، یعنی این میزنید. حالا با فلش بهتون نشون میدم. اینا سر این گزینه میزنید. خب حالا بعدش روی این گزینه میزنید. خب بعدش میایم پایین، همینجا روی این گزینه میزنید. بعدش اینجا وای میستید و روی این گزینه میزنید، روی این تیکه. بعد روی این گزینه میزنید و پایینی رو میزنید. اینجا براتون یه کد میاد و شیزوکو هم میاد این بالا 079 563 میزنید سر این. بعد از این شما یه خروجی میاید و برنامه کلا بیرون، دوباره وارد برنامه شیزوکو میشین. روی استارت میزنید و روی این 35 اینو میزنید. حالا اگرم براتون کلا نیاورد
میتونید سر این بزنید، چون من قبل درست کردم فقط این میاره که من خودم سر 35 میزنم. و چند دقیقه وای میستم، حالا بالا آورد. حالا میایم بیرون دیگه. با برنامه شیزوکو هیچ کار خاصی نداریم، حالا با این برنامه کار داریم. خب حالا اولی ویدیو بدون چی گفتم پسورد نیازه، وارد این برنامه میشید. خب و یه در وای میستید، حالا میزنید سر این دیگه و سر اوکی میزنید. اینجا یه پسوردی ازتون میخواد که من به شما گفتم. ببینید هفته به هفته این برنامه خب هی آپدیت جدید میده، شما حالا باید چیکار بکنید؟ این کانال تلگرام که بهتون گفتم و یه پسوردی نداره. حالا اگه نمیتونید و کلا نمیشه کانال یوتیوبش داشته باشید، سر این میزنید، این گزینه دومی. بعد اینکه وارد شدید از اون قسمت میرید و چند تا تبلیغ و اینا رد میکنید، فقط باش صبر بکنید، بعدش براتون میاد. من حالا اینو لو میدم و میگم این پسوردش هست 911. سر این میزنید. حالا فری فایر مکس این عادی، این خیلی مهمه. فری فایر عادی باشین، مثلا اگه فری فایر مکس باشین بزنید فری فایر عادی براتون بالا نمیاره، یه بالاخره باید درست بزنید. من خودم فری فایر مکسم، میزنم فری فایر مکس. و حالا اینجا دو تا گزینه است. استارت رو میزنیم، به نظر استارت دیگه. خب بهش دسترسی هم میدیم. اینو میزنیم، یکی میزنیم رو ساب و اینا، برمیگردیم پاک میکنیم، دوباره وارد این برنامه میشیم. حالا شما اوکی. وقتی مثلا یه ستی رو انتخاب کردی، من خودم عاشق این ستم، میزنم روش، وای میستم، الان بالا الان دانلود شد. شما باید کل این ست کاراکتر رو بزنید. حالا میگین چجوری باید پاک کنیم؟ 2 تا راه داره، 3 تا 4 تا راه داره که من بهتون این اولی رو یاد میدم که خیلی بهتره. سر این سطل آشغالی که این بغله میزنید. حالا اینجا کاراکترهایی که مثلا انتخاب کردید، مثلا دنس انتخاب کردید، چه انتخاب کردید، من خودم روی این کاراکتر انتخاب کرده بودم، ستم میزنم روش، وای میستم و تمام. الان این چی شد؟ دانلود شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه این ست برام روی اون کاراکتر نیست، دیگه اصلا همچین ستی وجود نداره و خودش خود به خود پاک کرده. و این همه ست دیگه اینجا داره، شما میتونید این ستا رو داشته باشین. و خب این ویدیو رو نگاه کردید و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.